سنگ هیچ. هدف من کو پولا و طلاها بود. اینا که لقمه سرسیریه. عباس عباس بیلا عباس عباس گله دوستان خیرته خوبی بخیری میگم عباس می راه پلا می در پشت بودیم ما چون کیوا کردی که بیام آدم اتا بکسا خونیم و دوست آمده تو ندیدی کی بیده چی میگی دوباره بگو ما چون از می بلو تخمم در سلام و بسته یارو تخمم ما چون کی اومده در پشت بوم وا کردم بیام آدمان بکسام رو به هم ریختم زندگی مرا امر ببردم تو ندیدی کی بیده نه من ندیدم خونشون دزدی کرده دوست آمده حالا تو از کی به بالا بوم میدی تو ندیدی ما از یک شاید من خیلی از جاش تا این کارتونا ما جمع کنم اکسر جمع میکرده پایین میبردم آها گله ها من این کارتونا رو جمع میکردم خسورت و با تخبون دیدم خسورت و تخبون بودن برای پالا پایین شده خسور من همون کل سفید نیه مو سفید داره قد کتای کسته آفرین چی ساعتی بیدن یا دم چاشتی بودن دم چاش همین تو با اول تخمون بود همین تو برای پالا پایین شد یا ساعت 1 بجه بودن ساعت 1 بجه بود اگه دم نماز امرو ولی تخمون بود اگه برای پالا پایین شد خود تو هیچی نگفتی تو ندید من کنه دیدم نیم کارتونا جمع کردم همین تو نگاه کردم برای پالا پایین شد دیگه من پس کارتونا خود جمع کردم هیچی نگفتم خیر بینیم خیر یه بیچاره دوست از کی بوده ای
خدا تو در بدر کنه خوشو بری یه غمی بگو بدی نمازان رو بزنگه خیره چی بری خونه بری خوشو رو بده که بلار ببردی بری یه غمی بگو همه کفن تو خرچیه خدا تو در بدر کنه خوشو مادم یه خنگتی که تا شما گری دارم خسور با قربت اغلا بزنم زندگی بر ببرده هنه گریه نمیکنم میگم لالا بیامدم سعی میکنم که در رو پله هوایه بیامدم رفتم پیسه میکنم که همه زندگی به هم ریخته یک 16,000 پول بدک بخونه دیگه ما چیم نمیفهمیم چی بدک یک گوشواری بدک ارزان بدک که بر ما چیم به 12,000 13,000 بکردم خود دیتا انگوشتارم اینا عمر خور من گری داشتم گلک داشتم اینا جمع کردم همه رو ببرده همین همسایه پهلو من بیامدم سعی میکنم دیدم این تلفک با بالی با من گفتم که رزینا ما وای برادم سرا گفت که مو خسور دانم مثل که مو کل سفید بیامده خسور من میگه از این دیوال خرابه بالا شده خسور تو بده کجا این شما؟ من برو تخبوم سرایم بیاین شما همه به هم ریخته بابا من نمیفهم در را پلا مواب مونده بیده مثل گشته بیده بیاین خدا حافظ بله لالا بیاین بالا بومون بیان ها بیاین بالا بوم چه کار رانو چی کار؟ داره بدن شد حالا چرا خدا لعنت کنه؟ خدا به تعجب کرد حالا به چگاه کنم گریه نکن خبر دارم که گریه نکن تو حالی نکن یا حالا به هفته و سرخ و به خدا کن لالا خدا حالی چی بردن؟ من کمی تو میفهمد حالا با مناشگاه متنم زنگ نزدم خب نگفتیم هیچی سر به اکسر بشکستندن خب همین تقریبا 6 ماه جلوتر یک گلی بند خرید تا انگشتره یک پولم بده یا به یاد بینه که 18,000 بود یا 19,000 بود یا 20,000 بود می ازم 18 و 20 و 19 میتی چیزا بدم اگه خرج نشده باشم این قدر بده انا بیامدم به سرا آمدم در سرا قلف بود در سرا بستمق بود اما بعد انا بالا شدم امتکابم تا دریز بگشتم دیدم که سعی میکنم که همه خونه به هم رخته تیتا پر انا نمیفهم کنال چی دیگه عدم دست ببرده بیامدم بالا بوم امی همسایه ما عباس همینجا پرسان کردن که سعی کردن در راه پلا میبینم وا چهارتاق وایه خلاصه چی بگم لالا خلاصه این بگو که چی کرده این خلاصه بزی بگم خسور می بیامده خونگک دختر خوب پاک پیورده شهرچه که دل ماستو ببرده شاید همه دارم آدم خوردی همینیه انمی عباس همسایمون میشناسین؟ عباس میشناسم یعنی خسور توی کار کرده خدا بده کردن ما بند باشه لالا همین عباس ما میرم یا به در سرا یا انا صدا میکنم انا ما این صدا کنم بیایه
صدا میکنم. خب میگه خسور تو من بالای می بم بوده. میگه از این جگا من نفهمیدم دیگه میتای چردی بار خسر میکرده. عمر ندیده مور بدید و میگه تا شده برای پلا. خدا کمر از زیر بشکنونه. کمر کی؟ همین خسور تو. خدا این در و در کنه. آخی تو هم مثل اولادی بزو. شما این چرا خونه تو ری کار سر میکنه؟ لالا ما برم در سرای نبرو تخم نیاد. ثابت کنی شما لالا. میبینین که آدم غلط تو دخترتونه. راستی هم که غلط بوده. راستی هم که غلط بوده. میبینین چرا کی خونی اولادنه. خدای پاکی تک کنه. ثابت کنی. وای 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 تو نگاه کو از خونی اولاد خو تو چی رقم انسانی تو چی رقم مسلمانی خدا تو رو در و در کنه بخیر تو از این بیچاره غریب که گری داره تا جم جگر کنده به می هفته وای سر بروز 40 روپیا 50 روپیا 100 روپیا کار میکنه وای 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 بیا لالا کسی نیه بیا بس بیا برای من بیا سلام علیکم. سلام علیکم. بخیر. سلامت. جون بخیر. سلام. بشی. تا برام کار داره گله گفت. کار نداشته همین گپه. بپرسیم لالا. اینا به من زنگ زدم که همین شده گفتم عباس اینو بدیدم ما گفتم باشه که پرسان کنم جریان اشته بوده. والا ما که راست میگم دروغ که زبون منیه من ولی تو تقبون بودم کارتونا جمع میکردم. خوب. یک دم کارتونا جمع میکردم دم نماز و ساعت یک بودک. خوب. چیش میافته به طرف تقبونش میدیدم دیدم همو خسور گیلک مو سفید نداره. چوب کن لالا بچه گیلک جان بیا گپ خور بزن کی با چی نی حالا میگه جنجال تیار میکنه آنه بدیدم برای تقبون دم مو سفیدک کامل قدی هم بفهمیدم یعنی بدیدی با انت بم من ندیدم در پلا واقعا تو برف پایین رفت ما همی چی نگفتم کارتونا خیلی جمع میکردم دیگه همین تو برف خیر بینی کوکو جو خیر بینی تو خلاصی ما دیگه همون پرسان میکنم دیگه گپ خلاصه برون که یه هم برفتی جنجال تیار نکنه یک دفعه